این میتونه ما رو لاغر کنه یا نه. این پاستیل آقای فروشنده ادعا میکرد که وقتی میخوریش لاغر میشی. به نظرتون کار میکنه؟ من که فکر نمی کنم همچین چیزی اصلا وجود داشته باشه، ولی خب ما 2 از طعماشو گرفتیم. یکیش فکر میکنم کولا باید باشه، یکیش هم پشن فروت، نمیدونم. روش زده، اینو میبینید؟ یعنی اینکه این پاستیل قراره ما رو لاغر کنه. فروشنده هم خیلی ازش تعریف میکرد، ولی بریم تستش کنیم ببینیم آخر چه. قبل از تست شما ویدیو رو اول لایک میکنی، کانال منو سابسکرایب میکنی که این خیلی خیلی به من انرژی میده که براتون ویدیوهای بیشتر بذارم. بریم برای تست پاستیل لاغری. بازش کنید. این شکلیه. ریخ رو تختیم باز. بریم که تستش کنیم تا بیشتر گند نزدم. پاستیل نیستن و یه حالت آبکی گونه دارن اینا. مکعبای گوگولی هن. شکلشون رو دوست دارم. بریم واسه تستشون. خوشمزگیش خوشمزه است. مزه جدیدی نیست که بگم واو خیلی الان مزه جدید و خوشمزه. نه پالپ میگن، یه چیزی میگن بهشون. من که لاغر نشدم. تیکه های میوه توی رانیا مزه اونا رو دقیقا میده، هیچ فرقی نمیکنه. مرسی که کانالمو سابسکرایب میکنیم. خدافظ.